أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه آداب اسلامی خوش آمدید میگویم. در برنامه گذشته پیرامون آداب بازار رفتن تا اندازه اشاره نمودیم و امیدواریم که در این قسمت و یا در این برنامه بتوانیم مسائل دیگری یا آداب دیگری که پیرامون آداب بازار رفتن هست بیان نماییم. یکی دیگر از آداب بازار رفتن اینه که اجتناب از خرید و فروش غصب شده، خرید و فروش شیء دزدی، خرید و فروش اشیایی که اونها مجهول هست، معلوم نیست از کیست، معلوم نیست مسئله سندش، اسنادش، مسئله حلال بودنش، حرام بودنش، شیء شبهه هست. پس باید انسان متوجه باشه که از جمله آداب بازار هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، ای مسلمان ها، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای کسانی که شما ایمان آورده اید، اموال همدیگر را، مالهای همدیگر را به باطل، یعنی از راههای نامشروع شما نخورید. این که تجارت شما چنان تجارتی باشه که مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گرفته باشه. پس این آیه مبارکه ما را متوجه می سازه که مسئله تجارت یک مسئله واضح، شفاف، روشن، خصوصا و بالاخص در بازار میبینیم که یک شخص مثلا این قلم را آورده میفروشه، ارزش این قلم هست مثلا 5 افغانی، میایه به 1 افغانی میده. باید طرف بفهمه چرا این را ارزان میده، چرا ارزشش هست 5 افغانی اما به فروش میرسانه 1 افغانی. آیا این دزدی هست؟ آیا این غصب شده؟ آیا این به زور گرفته شده؟ آیا این اجناس را قطع الطریق از مسیر راه از مسلمان ها گرفتن؟ پس به اینه که اجتناب از اشیایی که شبهه هست این جزء آداب بازار هست. بازار اسلامی باید کاملا نسبت به بازارهای غیر اسلامی متفاوت باشه از هر لحاظ. نکته دیگر این که پاک نمودن بازار از اشیای حرام جزء آداب هست. در بازار، در یک بازار اسلامی، در یک کشور اسلامی نباید در بازار اشیای حرام فروخته بشه، مثل خمر، شراب. نباید در بازار اسلامی
در بازاری که مسلمان ها در آنجا بیع و شرا دارن، خرید و فروش دارن، قضیه تزویر، بلند بردن نرخها به دروغ که رسول صلی الله علیه و سلم نهی کردن. نهى رسول صلی الله علیه و سلم عن النجش. نجش چیست؟ همین که یک شی قیمت آنقدر نداره، شی کس دیگری به دروغ آوردن در بازار که بیا تو این جنس را من وقتی 10 افغانی میگم تو بیا 12 افغانی بگو، تو شخص دیگر بیا 13 افغانی بگو، تو شخص دیگر بیا 15 افغانی بگو، تا این که اینها نیت خریدن را ندارن، فقط همه با هم دیگر شریکن تا این جنس را ببرن بالا و شخص دیگری بیچاره‌ای که از هیچ خبر نداره بیای این جنس را خریداری کنه. رسول صلی الله علیه و سلم از این بیعی و از این حرکت نهی فرمودن. همچنین از جمله آداب بازار اینه که اجتناب از ربا، از احتکار. در بازار اسلامی، کشور اسلامی که مسلمان ها هستن، به او بازار باید ربا نباشه. مسائل ربوی، بحث سود، مسئله احتکار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند لعن الله، لعنت کرده الله سبحانه و تعالی آکل الربا، کسی که ربا میخوره، کسی که کارش کار ربوی هست، برنامهش برنامه ربوی هست، و کسی که ربا میگیره، کسی که ربا میگیره، کسی که ربا میده، و کسی که شاهد هست و کسی که کاتب هست. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند الله اینها را لعنت کرده. در قرآن هم چقدر آیاتی داریم که پیرامون حرمت ربا و حتی قضیه‌ای که جنگ با خدا و رسول، چون نمیخوایم که بحث کامل اختصاص بدیم به بحث ربا. یکی از جمله آداب بازار اینه که در بازار باید مسائل ربوی نباشه، بیع و شراء ربوی نباشه. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. کار و معامله ربوی کل زندگی به هم میریزه. مسئله احتکار، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا یحتکر الا خاطئ. احتکار نمیکنه مگر یک انسان بدبخت و شقی. احتکار چیست؟ جمع کردن اشیایی که مردم به اون نیاز دارن، او را حبس کردن در جایی به خاطر که گران بشه. وقتی گران شد او را به بازار عرضه کردن و با قیمت چندین برابر برای مردم به فروش رساندن. این احتکار هست. رسول صلی الله علیه و سلم نهی کردن از احتکار. همچنین پیرامون آداب بازار نگاه خود را حفظ نمودن از نامحرمان و اجتناب از اختلاط با زن و مرد، خلط و مخلوط. آداب بازار، چشم خود را حفظ کن وقتی بازار میری برادر مسلمان، خواهر مسلمان. الله سبحانه و تعالی میفرمایه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. آیه بعد میفرمایه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. پس از جمله آداب بازار اینه که چشم حفظ بشه از دیدن نامحرم، از شنیدن صدای نامحرم. اینها جزء آداب هست. همچنین از جمله آداب بازار حفظ شعائر دین در وقت بیع و شراء. وقت خرید و فروش هست، صدای اذان بلند میشه، چه کار بکن ای مسلمان؟ تو کسی که مسلمان هستی، من با تو حرف دارم. در حال بیع و شرائی، خرید و فروشی، الله تو را صدا میکنه. صدا از خانه الله هست. وقتی میشنوید که حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، این ندایی است که از خانه رب توست، از خانه پروردگار توست، تو را صدا میکنه. به اینه که گفته شده فخیر الناس من لا تشغله دنیاه عن اخراه
ولا اخراه عن دنیاه. بهترین مردمانی هستند که اونها رو مشغول نمی سازه دنیایشان از آخرت و آخرتشان از دنیا. الله سبحانه و تعالی نگفته همیش برو در کنج مسجد بنشین، نه، در بازار باش، وقت عبادت را متوجه باش. الله سبحانه و تعالی میفرماید رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا. مردانی گفته شده، رجال لا تلهیهم تجارة، مردانی، اونها مرد هستند که وقتی صدای اذان را میشنوند طرف مسجد میرن، مشتری را رخصت میکنن، دکان را بسته میکنن، طرف مسجد. بیع و شراء اینها را از ذکر خدا منع نمیکنه، از نماز منع نمیکنه، از زکات منع نمیکنه. اینها یخافون، میترسن از عذاب الهی، از آن روزی که یوما تتقلب فیه القلوب والابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا. الله اکبر. برای از اینا پاداش داده میشه که احسن ما عملوا، نیکتر از اون چیزی که اونها کار میکردن. او فایده ای که شما در بازار میگرفتید، الله برای شما از او فایده بهتر، احسنتر برای شما عطا میکنه. و یرزقهم من فضله، روزی میده از فضل خیش. ادامه آیه میفرماید والله یرزق من یشاء بغیر حساب. از جمله آداب بازار اینه که حفظ نمودن شعائر دین در بازار. وقت نماز شد برو نماز، به کار و بارت برکت میآیه، به زندگیت برکت میآیه، به تجارتت برکت میآیه. اما اگر وقت نماز دکان باز بود، خیر و برکت نیست، ولو که هر قدر مشتری باشه و فایده باشه. همچنین از جمله آداب بازار که ارتباط میگیره برای خانم ها، برای زن ها، اولا برای زنها بدون ضرورت بیرون شدن از خانه درست نیست. وقرن فی بیوتکن، در خانه مستقر باشن، از خانه بیرون نشن. اگر بیرون شدن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، اول زن از خانه بیرون نشه، وقتی بیرون شد متوجه باشه. حالا یک خواهر ضرورت داره بره بازار، شاید محرمی در اون لحظه نیست، شاید اولادی نداشته باشه و کسی را نداشته باشه، میره بازار، اشکالی نداره، اما شریعت را رعایت بکنه، آداب بازار را رعایت کنه. چند نکته برای خواهران: لباس وقت بیرون شدن طرف بازار باید شرعی باشه، لباس اسلامی باشه، لباسی نباشه که دیگران را به فتنه بیندازه، لباسی نباشه که تجملات و بالاخره چنان زینت باشه که همه او را از دور و نزدیک تماشا کنن. لباس زن در وقت رفتن به بازار لباس اسلامی، لباس اسلامی آنه که جلب توجه نداشته باشه. دیگر این که دوری از زینتی که برای زن در داخل خانه استفاده میکنه، مثل عطر نزنه وقتی بازار میره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ایما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رواه ابو داود و النسائی و الترمذی. الله اکبر. خواهر مسلمان متوجه باش، وقتی از خانه بیرون میشی عطر نزن. اگر عطر زدنت به خاطر این باشه که این بوی به مشام دیگران برسه، رسول الله میفرمایند فهی کذا و کذا، یعنی فهی زانیه، نعوذ بالله. وقتی می این زانیه، رسول صلی الله علیه و سلم در روایات دیگر میفرمایند چشم وقتی نگاه میکنه طرف نامحرم زنای چشم هست، زبان وقتی که حرف میزنه با نامحرم این زنای زبان هست. این پس از جمله مقدمات
زنا گفته میشه. الله سبحانه و تعالی میفرمه ولا تقربوا الزنا، شما به زنا نزدیک نشیم، یعنی به مقدمات زنا نزدیک نشیم. مسئله عطر زن وقتی به مشام مرد میرسه این یک مخابره هست، مخابره بین زن و مرد نامحرم، بوی عطر. از جمله آداب که باید خانم ها بیشتر رعایت بکنن اینه که در بازار وقتی میرن به شکل راه نرن که کفش اونها صدا داشته باشه و دیگران را متوجه بسازه. و همچنین وقتی که با دوکاندار سودا میگیرن باید که به شکل صحبت نکنن که طرف به فتنه بیفته. الله سبحانه و تعالی میفرمایه فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، چرا سخن نگه که قلبهای مریض و بیمارتر بسازه. پس بناء این مسائل را خانم ها باید کاملا وقتی بازار بیرون میشن و هم به ضرورت، بدون ضرورت جایز نیست، وقتی به ضرورت بیرون میشن، ضرورتی دارن، باید این مسائل را رعایت نمایند. همچنین از جمله آدابی که ارتباط میگیره برای خانم ها در شرایط کنونی، الله سبحانه و تعالی همه زنان مسلمان را از فتنه های امروزی حفظ بفرمایه. مسئله اینه که در بعضی از بازارها خانم ها به خاطر که لباس اندازه اونها باشه، لباس خود را در داخل اون دکان در جای مخصوصی که داره لباس عوض میکنن. خواهر مسلمان، خواهری که تو پیرو عایشه و فاطمه و خدیجه و زینب، پیرو رسول صلی الله علیه و سلم هستید، رسول الله می فرمایند لعنت شده آن زنی که به غیر از خانه شوهر خود به جای دیگری لباس میکشه. این را متوجه باش. آیا عواقب این قضیه را میدانید؟ چقدر فامیل ها به هم ریخته، کانون های گرم خانواده به سردی تبدیل شده به خاطر این قضیه‌ای که به داخل دکان ها لباس عوض کردن و اون نامردانی که در داخل اون دکان ها کامرا مخفی گذاشته بودن از زن مسلمان تصویر برداری شده و این فیلم ها پخش شده و چقدر زندگی ها خراب شده. خواهر مسلمان، والله قسم هر جا شریعت شکنی بشه ذلت و خاری می آیه. آداب اسلامی را باید رعایت کرد، آداب بازار رفتن را رعایت کرد، آداب حرف زدن را باید رعایت کرد، آداب راه رفتن را باید رعایت کرد. نمیگیم بازار نرو خواهر مسلمان، بازار برو به طریق اسلامی و به طریق شریعت مقدس اسلام، به طوری که شریعت برای تو اجازه داده. الله سبحانه و تعالی همه خواهران مسلمان ما را حفظ بفرمایه. الله برای برادرانی که در تخت دکانها در بازار نشسته هستند، الله سبحانه و تعالی برای اونها توفیق بده که آداب اسلامی، آداب بازار را رعایت بنمایند. الله سبحانه و تعالی خواهر و برادر ما را از فتنه های این زمان، از فتنه های این عصر که این عصر شبهه و شهوه گفته شده، الله سبحانه و تعالی پسر و دختر ما را، خواهر و مادر ما را، پدر و برادر ما را حفظ بفرمایه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى